السلام علیکم حاجی میرزا مراد. از شما خواهش یک مسئله را دارم. خداوند شما را نگه دارد. من از یک نفر $2000 گرفتم. اول به نیت مضاربه. از بین 2 ماه گذشت. یک باره گفت اگر این ماه $300 ندهی ماشین تا میگیرم. با یاردم بعض شخص ها من چیکار کنم؟ وای نیز نمازخوان است. یک برادر $2000 از کسی گرفته است. با نیت مضاربه گرفتن. مضاربه همین است که در اسلام ما و شما حلال است فایده 2 تقسیم. اگر از همین $2000 $1000 همین مردک بیابد، باید طبق اسلام $500 خودش بگیرد. $500 باید که آدمی مثال پولدار میگیرد، $500 آدمی که عمل کننده بود. $500 باید تقسیم که فایده 2 تقسیم است. لیکن وقتی که اگر مثل امروزه ما و شما اگر نرخ بگذاریم $2000 میتم $100 بر من میتی، نابسته تو فایده میبینی نمیبینی برای من فرق ندارد. $100 میاری، این از خوب ده حرام است. رسول اکرم میگوید 4 حق علی الله ان لا يدخلهم الجنه ولا يذيقهم نعیمها. 4 طایفه هست. این حدیث پیغمبر خداست، حدیث های صحیح است. ما یگان حدیث ضعیف، یگان حدیث من الخمر، کسی که عرق نوش است. کسی که اگرچه در 2 سال 1 بار عرق بنوشد این وارد جنت نمی شود. دوم آکل ربا، کسی در دنیا ربا میخورد، همین پراتین میخورد. و آکل مال الیتیم، کسی که در دنیا مال یتیم میخورد. حالی بسیار است بچه‌هایی که از دنیا میگذرند، زناشون 3-4 کودک قطعی میمانند، بعد چیکارشون میکنن؟ بعد در حال پیششون میکنن خانه پدر و مادرشون دیگر نه حق برای او است. اگر هم بچه خانه و درم داشته باشد، بیچاره مرده این مال دنیا که اولاد اجداد چکشتگی است، همون مال اجداد همه مالا را به خودش میگیرد. این کلن قطعی کودکا بعد خانه پدرش روان میکنن. این حق یتیم نیست؟ او بیچاره مهنت کرد برای زن فرزند خودش، چرا پدر مادر همچه پدر مادر حق در گردنش بود سیرت میکرد. لیکن این خانه و این مال و ملکی او به تو نمیرسد، یک حصه به تو میرسد، اکثرش به زن فرزندش میرسد. او را کجا از خانه بیرون کردیم؟ امروز چند کس آمد ما را شکایت کرد که دختر ما از خانه پیش کردن، شوهرش وفات کرده است، 2 خانه داره، 1 خانهش نمیتنش. این خوردن مال یتیم است. ان شاء الله تو دوزخ میره. رسول الله در دوام حدیث میگویند کسی که در دنیا ربا میخورد یبعث یوم القیامت مجنونا، از قبر میخیزد در حالتی که دیوانه هست. از این خاطر برادری نیستیم. وقتی مضاربه کردین شرط و شرایط گذاشتین، همان مضاربه رفتن بگیرید. با چی است که یک کسی دیگر من میارم ماشینی ترا میگیرد؟ او کسی دیگر ملائکه است، او کسی دیگر قد خدا زور است. این ظالمی تابکه ما و شما ظالمی میکنیم. این ظلم است آخر. کسی دیگر میارم ماشینی ترا میگیرد. در دوره رسول در یک قصه میگذرد. ظالما را ببین، همین کسانی که در همین کارهای گناه باز یکدیگر را یاردم میکنن، باور کنین این یاردم کردنش یک جانب گناه. این ظلمی که بالای برادر میارد او را غصب میکند، خانه او را میگیرد، مال اشیای او را میگیرد، از این در ظلم دیگر نیست. نخواد که معامله برادری همتا باشد. وقتی تو دعوای خدایی کنی، وقتی تو نمازخوان باشی، نخواه همچنان معامله کنی. فراموش نکن چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد. اگر سوزد شب سوزد، شب دیگر نمی سوزد. ای ظالم، این ظلم تو 1 سال دوام میکند، 10 سال دوام میکند. انشاءالله خداوند باز یک ظالمی را پیدا میکند که تو در ظلم او گرفتار میشه.
میگه یک پادشاهی بود، فرمان داد که برای من یک قصر تیار کنید. قصر را تیار کردند. تمامش میگه چنان یک قصر زیبایی بود که وقتی پادشاه میگه در داخلش میدرآمد هر یک آشیانش ساعتها تماشا میکرد. میگه دویم آشیانه برآمد تماشا کرد، سیوم آشیانه برآمد تماشا کرد و از همان تیریزه سیوم آشیانه میگه بیرون نظر کرد. نگاه کرد که یک خانه ویرانه در همون قطار همون قصر پادشاه ایستادگی بود. وقتی دید این خانه ویرانه را، این پادشاه ظالم در حال طبیعتش خیره شد. گفت این قصر مرا زیباگیش این خانه ویران کرده است، این خانه را در حال نابود کنین از پیش قصر من. میگه در حال همان خدمتگارهای پادشاه میگه پایان شدند. این خانه یک کمپیری بود، بیچاره برای تلبیدن بیرون شدگی بود، در خانهش نبود. آمدن میگه این نوکارهای پادشاه و در حال همون چهاردیوالی کمپیر را میگه چپه کردن، در حال میگه روش کرده پرتافتن، در جاش میگه گلی بسیار انداختن تا که قصر زیبای پادشاه طبیعتی پادشاه خیره نشود. کمپیر میگه بیگاه آمد نگاه کرد که خانه همه چپه گردان کردگی. گفت این خانه مرا کی چپه کرد؟ گفتن همین پادشاه ظالم. این خانه تو مادامی که صورتش بیزیب بود، مادامی که در نزد قصر پادشاه ناخوب میتافت، پادشاه امر کرد خانه تو را ما نابود کردیم. کمپیر میگه همان قابچه نانی که تلبیده بود در یک جا گذاشت و دستش برداشت، گفت پروردگارا، گفت من در خانم نبودم، تو در کجا بودی؟ من که در خانم نبودم، این ظالم خانه مرا رشد کرد، این خانه مرا نابود کرد، تو در کجا بودی؟ پروردگارا به داد من برس، امشب من در کجا خواب میکنم؟ میگه عرش الهی در جنبش در آمد. در حال میگه جبرائیل امین که 600 پر داشت، هر پرش دنیا را چپه میکند. فرمان داد، گفت این قصری که این ظالم ساخته است، جبرائیل بر تو فرمان از پایان شو و این را زیر زبر در زمین پرتاش. گفت در حال جبرائیل امین نه دیگر برای خداوند نه یک ترکش ها لازم است بگیم، نه یگان یراقهای مستحکم لازم است، این جبرائیل خودش جواب دهنده همه یراقها است. در حال میگه پایان شد. این قصر ظالم میگه برداشت در آسمان و در همون جای خودش میگه ناپدیدش کرد. این البته انشاءالله هر یک کدام مظلوم یک دسترسی دارد، به سوی خدا دعا کن، انشاءالله این گناه ریباخرا را خداوند از روی زمین گم میکند.